ایشان من یک خواهر اسلامی شما هستم. الحمدلله نمازهامو میخوانم، اما شوهرم را نقض نمیبینم، حرمت کرده نمیتوانم، مجبوری با او زندگی میکنم. میخواهم که از او جدا شوم تا که گناهی من زائد نشود. من این حق را دارم یا نه؟ اولا خواهر عزیز، اگر صدای من شنوی این نوار به دست تو رسد، من به شما خواهش میکنم و التماس میکنم که با شوهر و زندگی خود ادامه ده. شوهرت احترام کن، زیرا قرآن در پروردگار میگه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بسیار چیز است که شما او را ناخوب میدارید، ناخوش میدارید، اما شما شاید عاقبت خوب داشته باشد. شاید این شوهری که الان شما او را دوست نمیدارید، اگر با او زندگی خود ادامه دهید، صبر کردن گیرید، از او فرزندای خوب برای شما شود. آینده انشاءالله خرسند میشوید. خوب وقتی که هیچ امکانیت زندگی کردن براتان نباشد، شما به اون نفرت دارید، او به شما، اسلام برای شما اجازت داد از خلع، یعنی راهی جدا شدن زن از شوهرش، این خلع است. مانند شما بار یک خواهر زیبای در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله، این شوهر من اخلاقی بد ندارد، با دیانت و با تقواست، اما من زیبا هستم و او بسیار ناکرایی میدکی بیکاره. به خاطر همین ناکرایی میدکیش من او را نمیخوام قطعی زندگی کنم، میخوام جدا شوم. یا رسول، من نمیخوام که در حالت مسلمانیم باز مرتکب گناه شوم و شوهرم ده خیانت کنم. حضرت گفتن همون مهری که در وقت نکاح به تو داده بود یک باغچه بود، همون باغچه گردانده میتی؟ گفت آره یا رسول میتیم، از وای زایتی هم گوید میتیم. حضرت شوهرش فیرات کردن، حضرت شماس ابن قیس بود کدام بود، گفتن با مهری دادگیت گیرو این آزاد کن، طلاقش کن. بنابر خواهر عزیز، وقتی که شما شوهرتان ادامه زندگی تا ممکن نباشد، شوهرت گوی که شوهر عزیز که من تو را نقض نمیبینم، زندگی من در این خانه مانندی بودنی من در زندان هست، بنابر همون خراجاتی که در توی برای من دادی، مثلا $200 $300 همون من به تو میتیم اون طلاق کن. حق داری. اگر رفت او قبول نکند، نزد یک عالم یک قاضیات مراجعت کن، اونها شما را حق دارن باید جدا کنن. خواهی این زندگی اسلام این نیست که مرده خواهی نخواهی قطعی و زندگی کنی، این تو در اسلام نیست. شما آزاد هستی خواهر عزیز. حضرت مولوی جنون میگفت کفنواری تو آوردن به بازار، کفنواری تو آوردن به بازار، تو در فکر عروسی نو خریدار. تو کفنوار تا بازار دا آوردن تیار، تو در فکر عروسی. برادر عزیز، فکر اون طرف شکو نکن، انشاءالله اون جانبش برای تو بهتر است. زیرا که البته زن کسی میگیرد که در خانه اجاره نمیشیند، زن کسی میگیرد که او دست بالا دارد، شرایط دارد، و پگه مردی هم امو درد سری همو آته و آچه و درد سری هم داده رو اکه نشود. با به خودش یک خانه داشته باشد، با به خودش یک شرایطش باشد که گویم که خیلی پگه هم که یک آدم دیگر هم که گرفتش بگه خدا رحمتش کند، آدمی بناموس بوده. این است مقصد. این چی است؟ مثال در حالت خودت حالت مرگ در قرار داری و باز مقصدات خیلی مقصدای عجیب. داملا حاجی مرزا، ما 4 نفر از ناحیه قبادیان با زیارت شما آمدیم. برادرها از دیروز همراه ما هستند. با شما اخلاص کلان داریم، کسیت های شما را گوش و تماشا میکنیم. به ما معقول می باشد، عمر شما را دراز کند، همه وقت در دعوت اسلام باشید. ما از شما خواهش می‌نماییم که در حق پدر و مادر و گذشته هایمان دعای خیر کنید. ما به نیت حج داریم، از شما امیدواریم که دعای خیر دهید. پدر مادر اهل گذشتگی‌هامان را خدا مغفرت کند. شما را مثل پیامبر خدا دوست می‌داریم. خداوند شما را قدماتان دم حسنات دهد، پدر و مادراتان مغفرت بگرداند و خداوند این سفری نیک و سفری خیری که شما اراده کردین برای شما نصیب کند و از شما خدا قبولش گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز. بسیاری دخترها از حساب تلفن های دستی بیراه شدند. نصیحت کنید تا که برادر و پدران اونها همراه شما نماز میخوانند و به اونها خریدن ندهند. درست گپی، خیلی با مورد، خیلی با معنی که دخترهای جوان اگر شما ببینید در کوچه ها
اکثریت همونها بیچاره در گوشها تلفن فقط و فقط صحبت به عاشقای خود دارند. کم از جوان دختری که مقصد گویم تلفنی که برای او داده می شود، او تلفن مقصد با یگان کارهای تعجیلی که برای خانه باشد یا برای مثال با پدر و مادر صحبت داشته باشد، کم از اون دخترهایی که فقط در این راه صرف کنند. و این خاطر پدرای عزیز، دادرای عزیز، یگانه چیزی که امروز بله خواهرای ما در خطر دارند، بچهای ما در خطر دارند، همین تلفن است. من نمیگویم که این تلفن مثال تلفن داشتن نادرست باشد، نه، این خیلی خوبی دارد، خیلی پیشروی است، ما پیشروی ها را دستگیری میکنیم. لیکن امروز برای دخترهای جوان الله که گویم که فقط و فقط تلفن کردن، با مردهای بیگانه صحبت کردن، با مردهای بیگانه جای ملاقات معین کردن، بغیر همین زیان دیگر چیزی آوردگی نیست. برای این پدرای عزیز، دادرای عزیز، اگر شما خواهید که دخترای شما از یک راهی باز نادرست اگر گردن، اونا را صاحب تلفن نکنید، در دستشان تلفن ندهید. حتی جناب عالی را ببینید برای مکتب بچه ها تا تمام کردن مکتب دادن تلفن در مکتب ها را اجازه نداده بودند، داشتن ماشین در مکتب ها هم اجازه نداده بودند. لیکن امروز متاسفانه معلمان میتونن این بچه ها را در مسجد میبینن، لیکن تلفن ها را در دستشان نمیبینن. 4 بچه اگر مسجد بیاید بعد درس، حالا که قانون اجازه میدهد که جوان پسر آمده نمازش در مسجد خواند بعد مکتب، ما هم در حالت مکتب جانبدار نیستیم، اون میبیند، اون زیر تنقیب قرار میدهد. لیکن تلفن هایی که سفارشی گویم سرور دولت او را نمیبیند، یا لباسی که او جوان دختر تماما بی‌معنی کرده است، افلاس کرده است، او لباس او را نمیبیند. برای همین برادر عزیز، ما هم جانب، ما هم معلم مثل تو، برای همین شما هم جانب خوبی ها را هم نظر کنین، هر چیزی که به فایده باشد نظر کنین، ما هم جانب دار. لیکن چیزی که فرمان است، چیزی که امروز ویران کننده است، اونش دم غمخور باشه. برای همین نکنین دادر عزیز، نخرین در دست دختراتان تلفن ها را نتین. بگذار صاحب شوهر شود، شوهرش بعد که خرید همون شوهرش میداند، همون زنه خودش میخرش نمیخرش کاری او دیگر. لیکن در حالتهایی که تا مکتب تمام کردن شما یقین دانین که یک چیزی دادین که دختر خودتان به دست خودتان براحه میکنید. السلام علیکم داملای عزیز، شما در بیزنسی کویسنت گفته گذاشتین که حرام است، ولی در مابین مردم بسیار آوازه هست که حاجی میرزا خطا کرده است، بیزنس را حلال برآوردند. لیکن حاجی میرزا دویم باره در مابین مردم گفته نمیتواند که بیزنس را کار کنید. ما میخواهیم که پرتر فهمیم چی گپ است، چون که اکثریت آدمانی که در همین بیزنس کار میکنن نمازخوانها و طالب علما و حاجیان میباشد. برادر عزیز، حاجی میرزا چی چیزا را گفت؟ نه ترسید یک کوسنید میترسد. که ما برای انسانی با عقل همونجا با گفتم یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم همون یک نکتهش بس بود. ما گفتیم برادر عزیز، همین کوسنید، همین تجارت، هم از جمله عالم های زاهدان، هم از جمله عالمان شارقه حجتاش آمدن حکم حرام دادن و شرط گذاشتن که گفتن که از همه آن چیزی که حرام کننده این تجارت است، اینجا تجارتی با شرط است، شرطی، یعنی تجارت با شرطی شد تجارت حرام میگردد. تجارت در شرط نیست. مثل که اگر یک همه آدمی که در همون کویسنت میدراید خودشان میدانند تا 2 آدم دیگر شرط همیه، تا نیاری 2 آدم دیگر تجارت چی است دوام نداره. برای همین شرط همین تجارت حرام کردگی است. ما گفته بودیم آخر بغیر آن که تو را مثال گویم که یعنی مفتخور میکند، تنبلت میکند، ناکارت میکند، درآمدهای گویم که بسیار با طریق آسان به دست میآید، خب بازم این همین شرطش همین تجارت حرام کردگی است.
از همه با بدبختیش در همه من گفته بودم که این صاحب تاجرها یگانتش عبدالله و عبدالعزیز نام ندارند. این پولها عاقبت رفته و رفته با همون یهودی ها را به قوت کردن از تمام دیگر. و هم یک بار میگه ما 10 بار بگیم دیگر اطرافی همین. من تنها نه برادر عزیز، همین مسئله را ایشان محمود جان، این اولی صدای مرا میشنود، ایشان محمود جان هم حرام، داملا عبدالرحیم خزاقان هم حرام میگد. و کی گوید برای شما کدام عالم ده، کدام عالمی را پرسین حرامش میگد دادر عزیز. من نه، تنها نه. السلام علیکم اکای داملا، شما در باره ریش و چی طور نگاه و بینی وی دایر به تگ و تاری وی را زدن کمی روشنی می انداختید خوب می شود. سوال دیگر، من دایر به اسلام بسیار حسن توجه زیاد دارم و خب قریب همه قاعده های اسلامی را رعایت می کنم. هر یکی برآمد شما را با شوق و ذوق گوش می کنم. شما را دوست می دارم. شما در حق من دعای خیر می کردید. همین قدر حرکت می کنم که سخنهای قبیح نگویم، نمی شود. چیکار کنم؟ با احترام صمیمی یک فرد در نزد شما بوده. خدا نگه داره کن. این وابسته به همون توفیق و ایمان و گویم که همون محبتی که اعلان کردی در همین کاغذ وابستگی به همون دارد. اگر تو جدی اگر محبت به سوی خدا و رسول داشته باشی، هیچ وقت از زبان تو سخن قبیح نمی براید. اگر جدی باشد. لیکن اگر جدی نباشد، بعد انا همین میشه که شما باز سخنهای قبیح را گفتن میگیرند. دارید برای همین شما خواهید که اگر اینها از شما دور شوند، چقدر شما باز جدیت، چقدر دعا به سوی خدا. در مسئله ریش، مثلا در مسئله هایی که آمده است، چگونه که همین ریش هایی که میبینیم برادر عزیز، بالاهای او کمی زدگی، خب زیری او کمی زدگی، خب اینها یگان ضرر زیانی ندارند. فقط در ریش یکی از قاعده اساسیش همون یک مشت بودنش است. همون یک مشتی که میشود در دست میآید، انعموش بعد موافق چی میشود؟ موافق سنت میشود. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه میگه در کتابها این عمل انجام دادن که مشتشان داشتن و چی مقدار در مشت آمد باقیش بعد قیچی زدن. از همو گویم که حجت و دلیل میارن که وقتی که حضرت عمر که از یک مشت باقیش که پایانش که قیچی زد، پس همه یک مشتش مهم و ضرور بوده است. ولی پیغمبر خدا هم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین هم آمده است. ما هم پایبند سنت پیغمبریم، هم پایبند سنت های حضرت عمر و ابوبکر و عمر و گویم که عثمان و علی هستیم. و این خاطر اینش مهمتر و اینش برادر عزیز ضرورتر است برای کسانی که البته شرایط هاشون هست. این آدم معکو مراجعت داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برادر اسلامی حاجی مرزا. امروزها با باوری تام گفته می توانم که با هدایت و امر معروف های شما خیلی آدمان با راه راست رفتند. من زنی هستم که صاحب 5 فرزند، همه وقت با کم و بیش زندگی قناعت می کنم. در طول 16 سال زندگیم چه عذاب های نکشیدم. به خاطر فرزندان به همه‌اش طاقت کردم. 3 نفر جوره های شوهرم که نان و نمک خور خانه ما بودند، امروز زندگی ما را ویران کردند. 2 نفرش یک فاحشه را که پیش خدمت یعنی افیتسنک شده کار میکرد خواستگاری کرده و یک تای دیگرش نکاح کرده به شوهرم دادند. در حالی که من با 5 فرزندی که 2 تایش دختران کلان و بالغ است 16 ساله در یک خانگی زندگی داریم، اگرچه حولی هست. با فکرم که این نه به شریعت راست میاد و نه به قانون. وقتی که از این آگاه شدم به شوهرم گفتم که یا من یا همان فاحشه، و با طریق تلفن در شاهدی 3 کس او را 70 طلاق کرد. 2 روز پس نزد همان ملایی که او را نکاح کرده بود رفت. این ملا که مخصومش میگویند روایت داده است که روا هست، رفته زندگی کن. کسی پرسد بگوی که تلفن را کشتم و بعد طلاق کردم. بابای ملا ربی روایتاشه. خب
او 70 طلاق گفتگیش اگه گویا دلیل نمیشه که تلفن کشته است تمام دیگه، اما او زبانش گویا که حجت نیست. خب روا است رفته زندگی کن، کسی پرسد بگو که تلفن را کشتم و بعد طلاق کردم، بگذار همین خیل باشد. ای مادرم آورد دستش، بگذار همین خیل هم باشد. پس سه شاهی چی؟ الله چی؟ آیا پروردگار نشونید؟ مگر این خیل هم می شود؟ شوهرم میگوید که زندگی من حلال است، در صورتی که همان فاحشه با تلفن شوهرم را حقارت‌های قبیح و گوش ناشنیده میداد. وقتی که نزد پدر و مادرش رفتم که پسرتون نصیحت کنید از راه بد گردد، گفتن که ما کار نداریم اینجا، وق نکن، برآمده رو. پدر و مادری که چنین میگویند البته از زن و 5 فرزند سالمش فاحشه کوچگی بالا می‌ایستد. شوهرم با وجود نماز نخواندنش عرق نوشیدن نزد همان فاحشه زن حلالی خود را غیبت میکند. از روی شنیدم در نکاح پیش از قبول کردن و مرد میگویند که زنت را غیبت نکن. در اسلام میگویند که شوهر را غیبت کردن گناه است، الها غیبتش نیو صفت شود. اگر به نوشتن چنین سخنان گناهگار شده باشم نزد پروردگار توبه و مغفرت میکنم. دیگر راه نداشتم، تا حد امکان برای بخت و فرزندانم مبارزه بردم، ولی یک خودم تنها به جای نرسیدم. اگر با 5 فرزند جدا شوم مردم چی میگویند؟ برادر قیامتی، اینک در دو راه زندگی حیرانم که با کدام راه روم. التماس با مصلحت شما نیاز دارم. در آخر عذر بسیار که وقتی پر قیمت شما را گرفتم. اکنون یک چیزی هست، این مادر عزیز خیلی آدمی از روی گفتارش خیلی آدمی عاقله هست، خیلی آدمی با فهمن، مشکلات های زندگی دارن که من چند جمعه شد 2-3 جمعه شد همین مکتوب هایی که ولی پیش من هست همش مشکلات های زندگی هستن. این چونین اینم که چگونه که ما و شما گوش کردیم. اکنون خواهر عزیز یا مادر عزیز باشی، فراموش نکن که وقتی که شوهر تو نماز نخواند، وقتی که شوهر تو از جمله عرق نوش ها باشد، وقتی که شوهر تو از خدا نترسد، دیگر برای او زندگی یگان نقش نمی بازد، برای او تو نقش نمی بازی، فرزندها نقش نمی بازند. بله، برای که وی از خدا نمی ترسد، وی عرق می نوشد، وی نمازش نمی خواند. پس البته به البته خواهر عزیز، مثل قرآنی که در یک خانه خوانده نمی شود غریب است، تو نیز در دست این مرد غریبی. تو خداوند هم تا یک غریب در دست همین مرد تقدیر کرده است، نصیبت کرده است. مادر عزیز، من یگان چی باور کن در راست این گفتن نمی توانم، زیرا که اگر از جمله نمازخانه ها می شد، از جمله کسانی می شد که برای او پند و نصیحت یک تأثیر می بخشید، من یک نصیحتی می کردم. فقط خواهر عزیز، به تقدیر تن دادن در کار، در دو راه زندگی شما باید چگونه قرار دارین، یا این طرف یا آن طرف، همین زندگی داشتنتون بهتر است. و همیشه دعا کنید شاید که خدا از این راه خیلی خراب و نادرست این شوهری تو را پس گرداند. گفته خواجه حافظ، هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عیش، با او نمورده به فتوای من نماز کنید. آن آدمی که در این حلقه نیست او زنده به عشق نیست. خواجه حافظ گفتن اگرچه نموردم که باشد روید جنازه خوانید که وی هلاک شده است. این از جمله هلاک شدگان است. برای همین این خیل انسان نصیحتم گویم که هیچ معنی ندارد. چگونه ای که خواجه رحمت الله علیه شیخ مصلح الدین سعدی می گفت آدمی را عقل باید در بدن، ورنه جان در کالبد دارد حمار. میفهمین معنی را؟ ببین، آدمی را عقل باید در بدن. همین آدم وقتی آدم می شود که عقل داشته باشد، وقتی عقل داشته باشد و یا آدم می گویند. ورنه جان، ببینین، ورنه جان در کالبد دارد حمار. کالبد گفتن جسم میگن. و ایلا شیخ سعدی گفتن ببینین همین جانی که اگر آدم
با جان خود چه اگر با شرف شمارد همو جان خرم دارد، ورنه جان در کالبد دارد حمار. همو حمار همو خر است، همو خرم جان دارد، لیکن انسان عقل دارد. آدم با عقل هیچ وقت پایبند شراب نمی شود، هیچ وقت از عبادت خدا دور نمی ایستد. انسانی با عقل. برای همین خواهر عزیز صبر کنین، خداوند همراه صابران است. دعا کن تا که خداوند از این راه بی عقلی و از این راه نادرست شوهری تو را پس گرداند. خدا خواهد ممکن که یک شوهری مشفق شود، شوهری خوب برای تو شود. ممکن، پروردگار در همه کار قادر است. مادر عزیز طی چند سال بوده است تو طی همین زندگی بوده ای، مشکلات های زیاد کشیده ای. خدا خواهد انشاءالله تو این مشکلات نیست، همه این پاداش دارد و اجر دارد. تو پیشگاه خدا در ثواب کلان میگیری. برای این دعا کنید شاید که خدا هدایت کند، و اگر هدایت هم نکرد زود از پروردگار با یگان طریق او را از تو جدا میکند. خب اینجا دم یک مکتوب دیگر را میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من یکی از زنهای گناهگار التماس یک سوالی دارم، سوال اون رو پر را جواب دهید. من 3 ماه پیش شوهر کردم. اپم به خانم آمد، خوشتامنم در خانه نبودن. از اولاد شوهرم کسی نبود. با آنها مهمانداری کردم. اپم مرا از راه بیراه کرد. از بس که من حامله‌دار بودم، شوهرم مرا به نهایت دوست می داشت. چون گوهرک چشم من هم او را دوست می داشتم. شوهرم را مجبور کردم که من دیگر در این خانه زندگی نمی کنم. مثلا اپاش آمدن گفتن که خیلی همیتا پرینسیپ بمان که ما دیگر در این خانه زندگی نمی کنیم. مقصد این خسر و خوشتامن و این اولاد اجداد و اینهایی که در این خانه هستند، انا که قوت خدمت اینها را ندارم. من خانه جدا میخواهم. همین گفتن در پیش شوهر بگذار. شوهرش که آدم خوب بوده است. مثلا اینا از فرصت استفاده بردن، از سادگی همین جوان استفاده بردن و چیکار کردن؟ همین پرینسیپ در گردن همین جوان ماندن. خب و این زنم هم تا گفتند من با تو دیگر زندگی نمی کنم، در کجای نباشد اجاره می نشینم لیکن در خانه پدرت نمیستم. این دلالت بود که از طرف اپای این زن و این زن بود. خب شوهرم راضی نشد. خوش به حالش، جوانی بغیرت بوده است، جوانی ساده نبوده است، جوانی که گویم که 1 دقیقه در پیش پدر و مادر از 100 زن بالا میدونسته است. جوانی بغیرت، جوانی بناموس. خوش به حالش. خب شوهر راضی نشد، رفته کودکم را ابورت کردم. شوهرم گفت چرا از من ناپرسیده این کار رو میکنی؟ خب ناچار شد و گفتا مرا چرا از نعمت خدا ناشکری کردی؟ فرزند را غلطانیدی. من او را گفتم اگر اجاره نگیری مرا طلاق بده. مثلا همین گپ همین است، فقط یگان خانه در اجاره می نشیم. خب مرا زاره میکرد. نگوی این خیل گناهگار میشوی. یگان جوانی بوده، همین جوانای در مسجد ما و شما وری بچه‌هایی که میان گریه میکنن که مقصد ما بس انهامان زندگی میخواهیم. ای خدا ترسی ایده این نکن. خب این خیل نگوی گناهگار میشوی. گوش نکردم، فقط به او میگفتم مرا طلاق بده. شوهر از ناچاری مرا طلاق دادن. از بین هفته نگذشت آنچنان پشیمان شدم که دیگر حد و کنار ندارد. اکای حاجی مرزا
اگر علاجش باشد برای من یگان روایت بیاو. بسیار خواهشی خوب. راستی بار این مکتوبه های هستن که وقتی میخواند انسان اکو این حیات همگان ما و شما هست، این در اکثری خاندان های ما و شما این مسئله گویم همین خیل عمل ها رخ میدهند. لیکن بدیلم در خانه گفتم خواهر عزیز مصلحت از اپد رفته بگیر، دیگر از ما میتونی مصلحت نگیری، پیش اپد میروی، همون اپایی که تو را بیراه کرده، همون اپایی که تو را در همین راه دلالت کرد، اکو نزد خانش برو. من به نام پروردگار این گویم که قسمی در پیش پروردگار کفارت دارد. خواهر عزیز این قدر گفتنی هم که اگر همین اپد تو را اگر از چند روز زیاد در خانش راه داد، من نام عوض میکنم به نام خدا. اگر تو رو گو که این من دلالت تو را اجرا کردم، این کار تا جای اومد که این مرد مرا طلاق داد، من دیگر جای ندارم، اکو در خانه تو میستم، کنی بین اپد با تو چی معامل میکنه. خواهر عزیز دیگر کسی تو را نمی بردارد، دیگر کسی دیگر غم تو را نمی خورد و جز انا همین شوهری که او را مجبور کردی تو از او طلاق گرفتی. بسیار جای خیلی جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. هیچ وقت دادرای عزیز، مادرای عزیز، پدرای عزیز مجبور نسازین که برای شما دخترهای عزیز روین و پرینسیپ مانین و خانه های جدا کنن. هیچ وقت با پرینسیپ زندگی نکن. پرینسیپ قطعی زندگی کردن ناممکن است. برعکس شما نصیحتون این باشد دختری عزیز، خواهری عزیز، از همین روز اعتباراً تو در من دیگر در کار نیستی، رو مرده تا ببین و زندگی تا کردن بگیر. همین سخن باید از ما باشد. همون روزه که اگر شوهر ناراضی کردی، ناراحت کردی و خانه من آمدی، من از تو بیزار هستم، برای من این خیل دختر در کار نیست. انا این نصیحت باید از پدر و مادرها باشد. دختر اون حالت خدمت میکند. وقتی در بخک گوشش در آمدی و نصیحت کردن گرفتی، عاقبت تو زندگی رو تلخ میکنی. افسوس که زنها که نمیدانن حرمت شوهر چیست، نمیدانن که شوهر چی نعمت است، پس به این راه های نادرست میره. دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، دوره رسول الله بود. زنها آن مقدار شوهرها را دوست می داشتند که تیار بودند که جان اونها را خدا قبض کند و به شوهرها یگان زیان و ضرر نیاید. اونقدر شوهر دوستدار بودند. مادر عزیز خدا شما را شوهر دوستدار کند. خدا در ذهن شما محبت شوهر اولین درجه گذارد. باری میگد یکی از مردها که بیابان کار میکردن، گرمی های سخت بود، بیگاه به خانه آمد. زن که زنی خدا ترس بود، زن که زنی به قدر شوهر میرسید، زنی مسلمان بود. همین برای زن از همه مهم که شوهر احترام کند، در وجود او ترس خدا را جای کن، تمام دیگر خدمت ببین. زنی خدا ترس که بود، میدانست حقوقهای شوهر که میدانست. دیگر شوهرش بیگاه آمد و لب و دهان همه خوش گفت. زنه گفت یک ظرف ده آبم بیار. خود زنه ببینین، غمخواری را ببینین. میگه در او رفت و در یک ظرف آب آورد، لیکن بالای ظرف پر از خس بود. خس میدانین باقی مانده گندم، همون که میگیم یا خس میگیم، بالای آب پر از خس کرده است. شوهرش وقتی که گرفت، آدمی تشنه، آدمی لبها خوش، خواهشاتی در آب آهسته می نوشید که تا که همون خسها در حلقش نرود. بعداً بود کرد آب و گفت. زنه گفت این چی کار بود تو کردی؟ آخر من آدمی تشنه،
آخر اینقدر حلق من قاق این عمل تو کردی، من بسیار آهسته آهسته عاقبت ترسیدگیم شکست شد، لیکن دیرتر. گفت مردک گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر وقتی انسان بسیار تشنگی سخت او را غلبه کند، یک باره اگر آب نوش است جگری او علتی می شود. من به این خاطر این خصها را گذاشتم که تو آهسته آهسته نوشی و در جگری تو یگان درد و غم پیدا نشود. خواهش ببینین، مراد ببینین، گمان ببینین که در وجود تو یکی جگری تو دردمند نشود، وجود تو در درد نماند. بله البته خصها که در بالای آب، این عقل ببینین، این فراست ببینین. حضرت شیخ سعدی می گفت هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، اگر برای کسی که خداوند این گونه زنی با توفیق دهد، این گونه زنی خوب نصیب گرداند، هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را بر رحمت نظر سوی اوست. اگر کسی که این گونه زنی خدا ترسان، این گونه زنی غمخوار شوهر دارد، پروردگار نظر رحمتش بر بالای اون جوان و بر اهل این خاندان است. امام احمد حنبل خواهر عزیز، من برای تو این حجت ها را میارم. امام احمد حنبل صاحب مذهب بودن، زنی بسیار بسیار خدا ترس داشتند. خدای مهربان دعا میکنیم که جمله زنهای خدا ترس از زیاد کند.